با سلام دوستان عزیز، همراهان گرامی. امروز اومدیم توی محدوده میخواستیم 2 تا قبر رو، البته ما برای کاوش نمیایم، برای تست سیستم ها اومدیم. یه چند تا قبر پیدا کردیم. اینا ظاهرا یهودی، عمقشون هم بالاست. با این دستگاه شاین گلد 7000 هم هدفون دار هم بدون هدفون. حالا من قبلش بالانس کردم دستگاه عزیزان. یکم بیاین جلوتر که صدای دستگاه بیاد چون خیلی باده. ببینین دوستان، ببینین دوستان، حداقل 2.5 عمقشه، حداقل. خیلی با ثبات عالی. دقیقا مرکز قبرم داره میزنه. ببین دوستان، این لوپای این دستگاه ها رو ما شرکتی نمیزنیم. لوپاشون رو تمام سیمکشی خالص استفاده میکنیم، برای همین عمق نفوذش خیلی بالاست. این قبرای یهودی توش ملات ساروجی خیلی زیاد داره، یعنی واقعا سفته. جوری که کلنگ میزنن اصلا یعنی واقعا نمیخوره، ولی با این حال با لوپ 60 قشنگ داره سنس میکنه. ببینید دوستان، دوباره از این ور از این زاویه بگیرین. میگیره یکم ضعیف چون عمقش خیلی بالاست. فقط گوشی رو نزدیک نکن که گوشی رو نگیره. ببینید دوستان، عمق حدودی هم شما از روی صفحه میتونید تشخیص بدین. اینو کامل داخل آموزشات بهتون توضیح میدم انشاءالله. خیلی عالی سنس میکنه.